دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیبای کیاشر. امروز دوشنبه 20 آذر ماه و ساعت حدود 11 صبح. این ولاگ در ادامه ولاگ رانندگی در مسیر آستانه اشرفیه به کیاشر که چند هفته پیش در کانال قرار دادیم. لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. در این ولاگ ابتدا مستقیم به بازار ماهی فروشان کیاشر خواهیم زد و سپس در بخشایی از مرکز شهر قدم میزنیم. هوا هم کمی بارونی، جای همه عزیزان خالی. بندر کیاشر جزء شهرستان آستانه اشرفیه که در گذشته بندر فرهناز نامیده میشد. فاصله این شهر از شهر آستانه 17 کیلومتر و از شهر رشت یعنی مرکز استان گیلان حدود 50 کیلومتره. مشرف بودن این شهر به دریای خزر، همجواری با سپیدرود و قرارگیری در دل جنگل‌های زیبا تصویر زیبایی از کیاشر ایجاد کرده. بازار هفتگی این شهر در روزهای چهارشنبه برگزار میشه. تالاب بین‌المللی بوجا از جاهای دیدنی و گردشگری این شهره. پل چوبی کیاشر هم از مکانهای معروف و دیدنی این شهر که با طول حدود 1 کیلومتر ساحل رو به مکانی گردشگری تبدیل کرده. جاده جنگلی صفرابسته هم که قبلا ولاگش رو در کانال قرار دادیم در جاده آستانه به کیاشر قرار داره. بازار ماهی فروشان این شهر هم شهرت زیادی داره و یکی از شغل‌های اصلی مردم این شهر ماهیگیریه. از محصولات این شهر میشه به برنج، مرکبات، بادام زمینی، صنایع دستی و سایر محصولات کشاورزی اشاره کرد. قبلا ولاگ مربوط به گردش در پل چوبی، رانندگی در شهر کیاشر، ولاگ چهارشنبه بازار کیاشر رو در کانال قرار دادیم و به زودی ولاگ قدم زدن در این شهر و در بازار ماهی فروشانش را هم در کانال قرار میدیم و لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
دفعه مثلا میتونی برام Pablo Armian.
Problem.